تا حالا به این فکر کردی که مهربون ترین آدم هایی که میشناسی معمولاً خسته ترین ها هم هستن؟ همونایی که همیشه هستن، همیشه لبخند رو لبشونه، هر وقت ازشون کمک بخوای بدون فکر بهت میگن بله. اما اگه واقعاً خوب نگاه کنی، اگه واقعاً حواست جمع باشه، میتونی یه خستگی عمیق رو توی چشماشون ببینی. حس میکنی پشت این همه مهربونی و فداکاری یه چیز سنگین‌تر، تلخ‌تر قایم شده. شاید حتی یه سایه تاریک‌تر. ما معمولاً مهربونی رو یه چیز خالص و بی دردسر میدونیم. به بچه‌ها میگیم مهربون باشین. تو بزرگترها تحسینش میکنیم و اصلاً انسانیت خودمون رو با میزان همدردی که از خودمون نشون میدیم میسنجیم. اما مهربونی مثل هر چیز دیگه‌ای تو این دنیای شلوغ یه سایه هم داره و وقتی اون سایه رو نادیده میگیریم، وقتی وانمود میکنیم که وجود نداره، همون مهربونی میتونه به چیزی نابود کننده تبدیل بشه. این قضیه از کوچیکی شروع میشه. یه بچه یاد میگیره که مهربون بودن و حرف گوش کن بودن عشق رو براش میاره. وقتی نیازهای خودش رو میذاره کنار تا بقیه راحت باشن، با لبخند و تعریف و شاید محبتی پاداش میگیره که شاید هیچ وقت جور دیگه‌ای به دست نمی آورد. کم کم این عادت تو وجودش ریشه میدونه. مهربونی میشه راهی برای بقا و هرچی بزرگتر میشه، تشخیص این که کی هست با چیزی که بقیه ازش میخوان سخت‌تر و سخت‌تر میشه. اون تبدیل میشه به همون آدم قابل اعتماد، همون آدم خوبه، همون دوستی که هیچ وقت گلایه نمیکنه. اما حقیقت تلخه. وقتی مهربونی اجباریه، وقتی از ترس طرد شدن یا نیاز شدید به ارزشمند بودن میاد، دیگه مهربونی خالص نیست، میشه یه نقاب. و نقاب‌ها وقتی خیلی طولانی روی صورت بمونن، کم کم آدم رو خفه میکنن. به آدم‌های بی‌نهایت مهربون تو زندگیت فکر کن. ساعت‌ها به حرفت گوش میدن، کمک میکنن اسباب کشی کنی، پولی رو بهت قرض میدن که خودشون ندارن. اونا از استراحت خودشون میزنن تا مطمئن شن تو حالت خوبه. از اولش که نگاه کنی این کارها واقعا تحسین برانگیزه، حتی مقدس. اما اگه تو خودتون آدم بودی، اگه این نقش رو بازی کردی، حقیقت رو میدونی. چه هر کار فداکارانه‌ای یه کینه خاموش وجود داره، یه صدایی که نجوا میکنه پس من چی؟ اما اغلب اون صدا خفه میشه، چون مهربونی، مخصوصا مهربونی زیاد، یه قانون نانوشته داره. تو اجازه نداری خودت رو در اولویت بذاری. روانشناسا به این پدیده میگن خستگی از شفقت. این وقتی اتفاق میفته که یه نفر انقدر از خودش همدلی و توجه میده که در نهایت هیچی براش نمیمونه. کادر درمان اینو تجربه میکنن، معلم‌ها، حتی پدر مادرها. اما این فقط مال شغل‌ها نیست. آدم‌های عادی هم، اونایی که خودشون رو روح‌های مهربون میدونن، در خطر هستن. تحقیقات نشون میده کسانی که دائم دیگران رو به خودشون ترجیح میدن نسبت به اونایی که تعادل دارن، بیشتر دچار اضطراب، افسردگی و حتی مشکلات جسمی میشن. مهربونی وقتی مرزی نداشته باشه تبدیل میشه به خود محو کردن و این همون روی تاریک قضیه است. مهربونی بدون مرز اصلاً مهربونی نیست. میشه یه جور خودویرانگری پنهان، مثل اینکه همه گیاهای باغ رو آب بدی به جز ریشه های خودت. آخرش باغبان از پا میفته و کل باغ هم همراهش پژمرده میشه. اما بخش نگران کننده تر اینجاست. بعضی وقتا خودمهربونی میشه یه سلاح و منظورم به اون شکل آشکار نیست که یکی مثلا ادای خوبها رو در بیاره تا از بقیه سوء استفاده کنه. منظورم اون روش آرومتر و ناخودآگاهانه است. وقتی تو رو به عنوان آدم مهربونه میشناسن، بقیه کم کم ازت توقع این مهربونی رو پیدا میکنن. اونا به این مهربونی تکیه میکنن و مهربونی تو حتی بدون این که خودت بدونی به بقیه یاد میده که
نیازهای تو در درجه دوم اهمیتن و احساسات تو قابل مذاکره‌اند. کم کم مردم حتی ازت نمیپرسن چی میخوای، چون فرض میکنن تو همیشه خودت رو با اونا وفق میدی. آدم مهربون آخرش خودش دنیا رو آموزش میده که نادیدش بگیرن. این یه پارادوکس ایجاد میکنه. هرچی مهربون تر باشی نامرئی تر میشی و نامرئی بودن صلح نیست، تنهایی که زیر پوشش ادب پنهون شده. البته هیچ کدوم از این حرفا به این معنی نیست که مهربونی چیز بدیه. برعکس، مهربونی واقعی یکی از قشنگترین نیروهای دنیاست. اما یه فرقی هست بین مهربونی که از وفور نعمت سرازیر میشه و مهربونی که از خالی بودن میجوشه. یکی شفا میده، اون یکی فاسد میکنه. یکیش از عشق میاد، اون یکی از ترس. توی مطالعه‌ای که توی ژورنال شخصیت و روانشناسی اجتماعی چاپ شد، پژوهشگرها دیدن آدمایی که تو نگفتن مشکل دارن، که معمولاً خودشون رو مهربون و سازگار میدونن، خیلی بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار میگیرن. یه مطالعه دیگه از دانشگاه برکلی نشون داد که کارهای خیرخواهانه حس و حال خوب رو بیشتر میکنه، اما فقط وقتی که داوطلبانه و واقعی باشن. وقتی مهربونی به خاطر عذاب وجدان، اجبار یا ترس از ناامید کردن بقیه انجام بشه، نتیجه عکس میده و در واقع شادی رو کم و استرس رو زیاد میکنه. با این حال خیلی از ماها تو این چرخه گیر میکنیم. نمیخوایم کسی رو ناامید کنیم، پس دائم بله میگیم. نمیخوایم خودخواه به نظر برسیم، پس دائم میبخشیم. نمیخوایم عشق رو از دست بدیم، پس دائم فداکاری میکنیم. اما قیمت این مهربونی بی حد و مرز خیلی بالاست. کم کم شروع میکنی به از دست دادن خودت. دیگه نمیدونی چی میخوای، چون کل هویت دور محور خدمت به بقیه شکل گرفته. تو توی پوست خودت غریبه میشی و اینجاست که هیولای درون سر و کلش پیدا میشه. چون وقتی نیازهای خودت رو سرکوب میکنی، وقتی خشمت رو انکار میکنی، وقتی مرزهای خودت رو به اسم مهربونی خاک میکنی، اون احساسات ناپدید نمیشن. اونا تو سایه ها جمع میشن، میپوسن و آخرش یه جوری سر از تخم در میارن که نمیتونی کنترلشون کنی. شاید به خاطر یه چیز کوچیک سر کسی که دوستش داری فریاد بکشی، شاید با کنایه و غیر مستقیم نیش بزنی، یا شاید حتی تاریک‌تر از اینها، سالها احساسات سرکوب شده یهو منفجر میشن و تو از کسی که شدی شوکه میشی. ما دوست داریم فکر کنیم که مهربونی از تاریکی محافظتمون میکنه، اما در واقع مهربونی بدون صداقت بستر مناسبی رو براش فراهم میکنه. چون هر بار که در حالی که میخوای بگی نه میگی بله، هر بار در حالی که دلت میخواد گریه کنی لبخند میزنی، هر بار که حقیقت خودت رو برای راحت بودن یه نفر دیگه کنار میذاری، تو مهربون نیستی. تو داری خودت رو رها میکنی و رها کردن همیشه عواقبی داره. حالا بیا واقعی باشیم. چرا این کار رو میکنیم؟ چرا آدم‌های مهربون با مرز گذاشتن اینقدر مشکل دارن؟ جواب تو فرهنگ ماست. از همون بچگی به خیلی از ما یاد دادن که مهربونی یعنی ارزشمند بودن. اینکه سازگار بودن امن‌تر از واقعی بودنه و عشق رو میشه با کاری که انجام میدیم به دست آورد، نه با چیزی که هستیم. بچه‌هایی که تو محیط‌های بزرگ میشن که عشق مشروطه، جایی که محبت به عمل کرد، اطاعت یا فداکاری بستگی داره، معمولاً این باور رو تا بزرگسالی با خودشون میارن. اونا میشن بزرگسالایی که مردم خواهی رو با مهربونی اشتباه میگیرن. اما مهربونی واقعی خودت رو محو نمیکنه. مهربونی واقعی خودت رو هم شامل میشه. اگر مهربونیت به قیمت سلامت روان، شادی و انرژی تموم میشه، دیگه مهربونی نیست، نادیده گرفتن خوده که لباس فضیلت پوشیده. اینجاست که علم وارد میشه. نوروساینس از چیزی به اسم سیستم نورون‌های آینه‌ای به ما میگه. این همون چیزی که به ما اجازه میده همدلی کنیم. وقتی درد کسی رو میبینی،
مغزت روشن میشه، انگار خودت تو اون درد هستی. به همین دلیله که مهربونی برای ما آدما خیلی طبیعیه. ما برای ارتباط سیم کشی شدیم. اما نکته اینجاست، نورون‌های آینه‌ای بین همدلی سالم و همدلی مخرب فرقی نمیذارن. اگه دائم خودت رو بدون هیچ مرزی در معرض رنج بقیه قرار بدی، مغزت عملاً خودش رو با سیگنال‌های استرس پر میکنه. با گذشت زمان این قضیه منجر به استرس مزمن، مشکلات سیستم ایمنی و خستگی روحی میشه. به عبارت دیگه مغزت برای مهربونی بیپایان و بدون مرز ساخته نشده، برای ارتباط متعادل ساخته شده. پس روی تاریک مهربونی این نیست که خود مهربونی بده، بلکه اینه که مهربونی میتونه توسط ترس، آموزش‌های غلط، فرهنگ و زخم‌های خوب نشده خودمون به چیزی تبدیل بشه که ظاهرش خوبه، اما آروم آروم از درون ما رو میخوره و وقتی این اتفاق میفته همون چیزیه که فکر میکردیم بزرگترین نقطه قوتمونه، میشه همون چیزی که ما رو از پا در میاره. حالا یه لحظه وایس و فکر کن، اگه تا حالا این حس‌ها رو داشتی، خستگی، کینه، حس نامرئی بودن، در حالی که همه تو رو مهربون صدا میزنن، تنها نیستی. تو ایرادی نداری. چیزی که داری تجربه میکنی نتیجه طبیعی دنیاییه که به ما یاد نمیده چطوری بخشیدن رو با محافظت از خودمون متعادل کنیم. این هیولای درون توه، نه چون تو بدی، بلکه چون حقایق ناگفته بالاخره میخوان دیده بشن. و این ما رو میاره به سوال اصلی، چطوری مهربونی رو تو وجودمون داشته باشیم بدون اینکه بذاریم ما رو نابود کنه؟ چطوری دلسوز بمونیم بدون اینکه تبدیل به فداشونده بشیم؟ چطوری بقیه رو دوست داشته باشیم بدون اینکه خودمون رو رها کنیم؟ خب چطوری این کار رو کنیم؟ چطوری مهربونی رو یه جوری تو وجودمون داشته باشیم که به جای آسیب زدن شفا بده؟ جواب تو یه حقیقت ساده ولی عمیقاً ناخوشایند پنهونه. مهربونی باید از خودت شروع بشه، نه به معنای خودخواهی و نادیده گرفتن بقیه، بلکه به این معنی که اگه مهربونیت خودت رو شامل نشه، در واقع اصلاً مهربونی نیست، یه نمایشه و نمایش آخرش فرو میپاشه. اینو اینجوری در نظر بگیر، اگه تا حالا سوار هواپیما شدی، قوانین ایمنی رو میدونی. تو مواقع اضطراری اول ماسک اکسیژن خودت رو بذار، بعد به بقیه کمک کن. تو نگاه اول این توصیه یه جورایی غلط و غیر طبیعی به نظر میاد. چرا اول به بچم یا عزیزم کمک نکنم؟ اما منطقش واضحه، اگه به خاطر کمبود اکسیژن از حال بری، نمیتونی به هیچ کس کمک کنی. همین اصل در مورد مهربونی هم صدق میکنه. اگه نیازهای خودت، استراحت خودت و حال خوب خودت رو نادیده بگیری، توانایی تو برای مراقبت واقعی از بقیه آخرش خفه میشه. اینجاست که مرزها وارد داستان میشن و مرزها برای خیلی از آدمای مهربون ترسناک به نظر میان. مرزها شبیه طرد شدن، خودخواهی یا دور کردن آدما حس میشن، اما تو واقعیت مرزها خالص ترین شکل صداقت هستن. یه مرز میگه این چیزی که من میتونم بدم و این چیزی که نمیتونم. میگه عشق من واقعیه، اما اگه خالی باشم نمیتونه وجود داشته باشه. میگه من انقدر بهت اهمیت میدم که محدودیت‌های خودم رو بهت نشون بدم، چون بدون اونا مراقبت من تبدیل به کینه میشه. روانشناسا مرزها رو به عنوان خطوط نامرئی تعریف میکنن که مشخص میکنن تو کجا تموم میشی و نفر بعدی کجا شروع میشه. بدون این خطوط رابطه ها به وابستگی، سوء استفاده یا رنج خاموش تبدیل میشن. با وجود اونا رابطه ها شفاف، متقابل و بر پایه احترام خواهند بود. در واقع تحقیقات نشون میده آدمایی که مرزهای سالمی برای خودشون تعیین میکنن اغلب رابطه های عمیق‌تر و معنادارتری رو تجربه میکنن، چون مهربونیشون از انتخاب میاد، نه اجبار. و اینجا یه حقیقت دیگه هم هست، آدم‌هایی که به مرزهای خودشون احترام میذارن در واقع قابل اعتمادتر به نظر میان. چرا؟
چون وقتی بله میگن میدونی که واقعا منظورشون همونه. مهربونیشون اجباری نیست، واقعیه و واقعی بودن جاذبه داره. اما چالش اینجاست، مرز گذاشتن فقط گفتن نه به بقیه نیست، بلکه گفتن بله به خودته و این میتونه حس ناخوشایندی داشته باشه. اگه تمام زندگی تو فکر کردی ارزشت با فداکاری مشخص میشه، ممکنه حس کنی داری به همون هویتی که بقیه به خاطرش تحسینت میکنن خیانت میکنی. حتی ممکنه تو این راه بعضی از رابطه‌هات رو از دست بدی. بعضی از آدما دوست ندارن که تو دست از زیادی از خودگذشتگی برداری. بعضیا مقاومت میکنن، تو رو به تغییر متهم میکنن یا حتی ازت فاصله میگیرن و این دردناکه اما ضروری هم هست، چون رابطه هایی که بر پایه انتظار بخشش بی پایان بنا شده بودن از اولش هم متعادل نبودن. حالا بیا یه ذره عمیق‌تر تو روانشناسی کندوکاو کنیم. یه مفهومی هست به اسم نوع دوستی بیمارگونه. این مفهوم نشون میده که کی تمایل به کمک کردن در واقع آسیب میرسونه، هم به اون که کمک میکنه هم به اون که کمک میگیره. مثلا وقتی یکی سلامتی خودش رو فدا میکنه تا از بقیه مراقبت کنه، یا وقتی نجات دادن دائم مانع از این میشه که یه نفر دیگه یاد بگیره مستقل باشه. نوع دوستی بیمارگونه شبیه مهربونیه، اما وابستگی، عذاب وجدان و خستگی ایجاد میکنه. به معنای واقعی کلمه مهربونیه که خراب از آب در اومده. این موضوع به یه چیز بزرگتر گره میخوره، افسانه فرهنگی آدم خوبه. خیلی از جامعه ها مهربونی رو به عنوان بالاترین فضیلت میستاین، اما اغلب یه جوری که ناخواسته خود محو کردن رو تشویق میکنه. به این فکر کن که چند بار شنیدی اون دختر خوبه هیچ وقت دردسر درست نمیکنه، یا اون پسر خوبیه همیشه به همه کمک میکنه. تو این تعریف‌های پنهون یه فرض خطرناک وجود داره، اینکه خوب بودن یعنی هرگز نه نگفتن و هرگز به هم نریختن آرامش. اما خوبی واقعی تو محو کردن خود نیست، بلکه تو حاضر شدن به عنوان تمام و کمال خودت، همون چیزی که واقعا هستی، و همچنان انتخاب، دلسوزی و محبت.